بسیار از عزیزان پرسان میکنن که آیا در بهشت ما با پدر، با مادر، با همسر، با اولاد، با فرزندانمان خواهیم بود یا نخواهیم بود؟ آیا ما اونها رو میتوانیم دیده یا نمیتوانیم؟ به این آیات قرآن دقت بکنید. الله سبحانه و تعالی در سوره یاسین آیت 56 میفرماید: هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. اهل بهشت با همسرانشان، یعنی زن با شوهر، شوهر با همسرش، با خانمش، در تکیهگاه ها یا مثلا در تخت های با هم تکیه داده هستند، در سایه ها و با هم قصه میکنن یا صحبت میکنن یا با هم به اصطلاح خوشحال هستند. آیت دیگری الله تبارک و تعالی در سوره رعد میفرماید، آیت 23: جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. بهشتی که آماده شده برای انسان‌های به اصطلاح متقی، پرهیزگار، انسان‌های خوب و کسانی که از پدرانشان، همسرانشان به اصطلاح صالح باشند، یعنی پدر صالح، همسر صالح، مادر صالح. منظور از صالح کسایی که اعمال صالحه انجام میدن. اینها در بهشت وقتی وارد بهشت شدن با هم دیگر میتونن ببینن، با هم صحبت بکنن، هم دیگر هر لحظه که بخوان از نزدیک ملاقات بکنن. الله تبارک و تعالی میگه در روز قیامت ما اینها را با هم ملحق میسازیم، یعنی نزدیکشان میسازیم که با هم دیگر میبینن، ملاقات میکنن.